میدونی انقلاب انرژی از کجا شروع شده؟ از ذراتی که دیده نمیشن ولی قدرت تغییر آینده رو دارن. به دنیای نانو در انرژی خوش اومدی. توی باتری ها نانو مواد کاری میکنن که شارژ دهی بیشتر، زمان شارژ کمتر و عمر باتری چند برابر بشه. همینه که نسل جدید باتری های خودروهای برقی و گوشی ها با سرعت سرسام‌آوری رو به پیش رفته. تو دنیای انرژی خورشیدی چی؟ سلول‌های خورشیدی نانو ساختار میتونن نور بیشتری رو از خورشید جذب کنن، حتی نور کم روزهای ابری رو. این یعنی تولید برق بیشتر با پنل‌های سبکتر، باریکتر و ارزونتر. توربین‌های بادی هم از نانو جا نموندن. پره‌های نانویی سبکتر و مقاومتر ساخته میشن تا بادهای ضعیف هم انرژی بیشتری تولید کنن. و در ذخیره انرژی نانوکاتالیست ها باعث میشن که تولید هیدروژن راحت تر و کم هزینه تر بشه. سوختی که خیلی ها میگن آینده انرژی دنیاست. این دنیا دنیای نانوه، جایی که هر ذره کوچیک میتونه آینده بزرگ بسازه. اگه کنجکاوی بدونی چطوری این ذرات میتونن ما رو به انرژیای پاک برسونن، ویدیوهای بعدی رو از دست نده. انقلاب نانو در انرژی همکنون در جریانه.